تا آسمان، تا زمین، تا سیاره ها، کلی از اینا دلایل هستن به وجود خدای عزوجل اگر انسان عقل خود در کار فرده. اکتشافات علمی و تکنولوژی عصر نوین و اعتراف میلیون ها دانشمند به وجود خداوند جل جلاله. این حال اکتشافات علمی و تکنولوژی عصر نوین، تمام وسایل تکنولوژی عصر امروز وقتی که ما و شما میبینیم چیز کلش دلیل است به وجود خالق ازلی. خب باش ببینیم که شما در کل زندگیتان، حال نظریات شما را میگیریم، شما بگوین که مثلا در کل زندگیت چطور به وجود خداوند متعال جل جلاله خودت باور داری؟ وقتی که میبینیم زمین و آسمان، درخت کوه و سیارات بیشتر خصوصا یک سوال دیگه، مثلا تو ورزش میکنی، نه ورزشکار هستی، خب حالا همه قدر فکر نکردی که دیگه وسایل هر قدر زیاد استعمال کنی کونه میشه؟ اگر این واسه یک موتور می بود او رو هر روز میدواندی 5 سال بعد 6 سال بعد تکه تکه میشد، اما خودت زیاد میدوی حرکت میکنی، پس این چطور است که مثلا دیگه چیزا رو استعمال میکنی کونه میشه و وجود انسان هر قدر استعمال کنی و کار کنی بگردی هنوز قوی میشه؟ وجود خداوند جل جلاله به وجود خداوند جل جلاله اعتماد داریم، ایمان داریم، خداوند جل بر ما قدرت بیشتر میده و چیزای ما رو بیشتر، یعنی خداوند متعال چیزی رو خلق میکنه که انسان احیانا او رو نمیتونه. انسان هر چیزی رو که میسازه وقتی که از اون زیاد کار بگیره و چی میشه؟ خراب شده میره. اما برعکس از وقتی که خدای عزوجل یک کارا میکنه باز فرق میکنه. تو چی دلیل داری برای وجود خداوند متعال جل جلاله؟ سات شو ما استاد برات استاد میشم، تو شاگرد قرار ششتی. خب بگو. دلیلی است که وقتی که درس میخونید حافظه ما استاد درس میشینه. همین که درس میخوانی درس حافظیت میشینه، همین دلیل است که یه خالق وجود داره که برای من مغز داده است. آفرین، خالق وجود داره که برای من مغز داده و وقتی که من مغز خودم مطالعه میکنم اینمی دلیل میشه که خدای هست که برای ما این مغز و این همه چیز داده. شاباس. شما خودت چی فکر میکنی که چطور خداوند وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما توافق میکنیم هر موجود یک ایجاد کننده داره. شاباس. پس ما نظر به صنعتگرای ما میبینیم، پس وقتی یک مثالش یک سماور میبینیم میفهمیم که یک حلبی ساز ساخته، پس یعنی یک موجود شد سماور و ایجاد کننده از یک حلبی ساز شد. پس ما وقتی به جهان میبینیم، به یک کائنات میبینیم که یک موجود است. وقتی که فکر میکنیم باید میگیم یک ایجاد کننده باشه، ایجاد کننده داشته باشه که ایجاد کننده از عبارت از الله جل جلاله باشه. جزاک الله خیر. شما ما طرف نظمی که در طبیعت است میبینیم، مثلا اگه کوی طوری هم ببینیم، مثلا اول کل چیزی به نظم جور شده، بعد از او اگه به نظم جور نمیشد مثلا آهنگادر از زمین میماند و دیگه بغلایش هم خشتاش درست چینده نمیشد، این حتما تو میفتد. مثلا ما جهان و کائنات ببینیم به شکل بسیار درست تنظیم شده که اصلا هیچ آدم تصور